اخمام خیلی نویستن که میگن خلمراد گرفت. کجا شدن اینا؟ پیریکو در پیریش منیجر گرفت. توی هم ورق شد. همه نویسه که این منیجر استاد خلمراد چیزی که گرفته نگیته. دیدی همین استاد توی دوران گفتی همه گمگی بود درخت زنگ گرفت. گفتم او درخت گرفته ایشه. وای. کسی بلیت ارزان در کره. با یک کسی شاهنوزه زنگ بزنه. ارزان و باورینوک است. مرحمت نمره واتساپ 24 ساعت در خدمت شماست. سلامت باشید. رحمت شما دام نصیب. سلامت باشین. شما در مبارک شوه. با تمام مردم تاجیک مبارک شوه. دعا میکنیم که همون وقت خانی همه ما و شما در خرسندی باشه توی باشه. عید استقلالیت مبارک. بله. همه نویسه که همین توی منیجر چی کی گرفت چی گم شد همه نویسه بعدی سال ناو خاص دومی توی میفهمیم کی را گرفته همین رونالدو سلام علیکم چه توی هم ورق شد همه نویسه که این منیجر استاد خلمراد چیزی که گرفته نگیته وای چی راستی بود شما صحنه را راستی خیلی میکنه مردم ما به باور که در همین کامنتاری هم خونویسته هستن که اخمام خیلی نویستن که میگن خلمراد گرفت. مرا باز زنگ زدن که اکا گفتم مثلا می توی مفتم او در اخند گرفته ایشه. وای. با من هم چی گفتن؟ گفتن چی با گفتن که چی با خلمراد سعدی نه. من گفتم سعدی استاد من. بله بله آه. بله خیلی خلمراد استاد و پیری کارای و پیریکو در پیریش منیجر گرفت. کجا شدن اینا؟ استاد سلام علیکم سلام علیکم. ای مایا چه درزی است مبارک شو. مبارک شو. مبارک شو. عمر دراز خوشبختی نصیب بله میدونم حاضر میدونم اکساجون میدونم خیلی زاد درزی درستی. مبارک شوه. ای رحمت. چیکار گذرونی؟ آخر دیدی همین استاد توی دوران گفتی همه گمگی بود درخت زنگ گرفتیم. علاوه گفتم استاد بعد همون صحنه کردیم که شما نقش شه بازی کرده عروس منیژه بانو بازی کرد مردم هم فکر کرده که استاد خلمراد صدیق منیژه بانو را گرفته بزنی آخر گرفتیم وقت در صحنه گرفتیم. السلام علیکم سلام علیکم چه دقیقی سوزی در حیات زندگی نیک. او حیات زندگی نیکو که ما همکاریم. ما شما تکلیف کردیم که من خلمراد صدیق مهمانی در کانال قربان نعمتو و سعدی اولی عرب شو انا این صحنه بود تماشا بود عزیز برای در آن با دقت باشین باید صحنه و توی حقیقت جوکر تونت خدا تو صحنه و زندگی فرق میکنه با چیکار میشه که ما بخونه رو گم زنیم این صحنه این صحنه روی استاد خلمراد صدیق استاد بهترین ما بله صحنه‌های نو به نو رو انتظار باشه. حتما آمونه شوی را فراموش نکنید. بعد شدید با دقت تماشا کنید اگه شما در عصر بسیار زندگی داری همتون شما نوارهای من ارودکی سر کرده سعدی و حافظ و خیام و شخصای بزرگ دنیا ملت ما در دنیا فقط چه آموزد چه اینا چه ادب آموزد رفتار کردار گفتار نگ باید آموزد شما یک معقول نیست نه معقول ترسک اینم که بس برای همین شما در بافقت ها عرض میکنم خدا نگهبان تو با در آن با بخوریم فقط با پیش